بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. در ادامه تلاوت سوره های پایانی کلام الله مجید باز هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و سوره دیگر و دو سوره دیگر رو انشاءالله در این برنامه به همراه شما عزیزان تلاوت خواهیم کرد و تفاصیل تلاوت آیات این دو سوره رو هم به همراه شما عزیزان بررسی خواهیم کرد تا هم در روخانی قرآن کریم تسلط ما بیشتر بشه و هم احیانا اگر در این سوره خدای نکرده اشتباهی وجود داره در تلاوت ما و شما اصلاح بشه و هم اینکه بهتر بتوانیم تا این دو سوره رو به عزیزانی که دور بر ما هستن یاد بدیم که هدف اصلی ما و شما این هست که هم خودمون یاد بگیریم، درست یاد بگیریم و مهمتر از این بتوانیم که تا به دیگران یاد بدیم تا مصداق این حدیث صحیح رسول صلی الله علیه و سلم باشیم که فرمود بهترین شما کسی است که قرآن را فرا گیرد و به دیگران یاد بدهد. در سوره های پایانی کلام الله مجید به سوره مبارکه عصر رسیدیم، از آخر شروع کردیم، همینطور داریم میایم پایین و سوره مبارکه عصر رو به همراه شما عزیزان مشاهده میکنیم و تلاوتش رو آغاز میکنیم. سوره مبارکه عصر از سوره هایی است که در کلام الله مجید از تعداد آیات کوتاه هستند، سوره‌ای که 3 آیه بیشتر نداره و غالبا همه عزیزان این سوره رو حفظ هستند چون سوره کوتاهی است از لحاظ تعداد آیاتش و بسیار سوره پرمحتوا و عظیمی است این سوره مبارکه عصر. اما با این که عزیزان میدانم که همه عزیزان انشاءالله این سوره رو از بر دارن و حفظ میخوانند، اما تجربه تلاوت از روی مصحف تجربه متفاوتی است که به همراه شما عزیزان شروع خواهیم کرد. در آغاز تلاوت همیشه با اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تلاوت آغاز میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با فتحه داره و فتحه رو میدونیم که همیشه با صدای ا خوانده میشه. این الف صاد کوچک روی او هست که از کلمه وصل گرفته شده و این الف کلا به الف وصل معروف هست و در وصل ما قبل به ما بعدش که همیشه در ما بین وقتی قرار بگیره هر وقت الف این علامت روش بود یعنی که ما قبل و ما بعدش با هم میتونن وصل بشن و وصل میشن. این در هنگام وصل ما قبل ما بعد خوانده نمیشه، اما وقتی که خودش به تنهایی بیاد در ابتدای تلاوت اون موقع خوانده میشه. اینجا خوانده نمیشه. واو الف خوانده نمیشه، واو میشه و لام علامت ساکن داره و میدانیم که این علامت روی هر حرفی که بود به این معناست که آن حرف از خود حرکتی ندارد و نیاز داره به حرکت ما قبل خودش، آخرین حرکت ما قبلش. حرکت واو حرکتی است که کمک خواهد کرد به ما در خواندن لام، میچسبه به لام. ول این فتحه داره میشه ا، صاد دوباره ساکن است مثل لام، نیاز به کمک ما قبل داره. عص ول عص ر ول عصر ول عصر ر کسره داره به تنهایی میشه ول عصر. اگر ما تلاوتمون رو ادامه بدیم این حرکت آخر آیه خوانده میشه. حرکات آخر آیات، آخرین حرف هر آیه حرکت داره. در مصحف همیشه حرکتی روش هست. این حرکت ها فتحه کسری یا ضمه یا ساکن هست، احیانا تنوین داره یا ساکن هم میتونه باشه، مشکلی نیست. اما وقتی که حرکت داشت این حرکت برای وقتی است که ما بخوایم که ادامه بدیم تلاوت رو، یعنی نفس نگیریم و ادامه بدیم. اما اگر بخوایم در پایان آیه توقف بکنیم به این معنا که نفس بگیریم و دوباره تلاوت رو ادامه بدیم، آن وقت بعد آخرین حرف هر آیه ساکن خوانده شود، علامت ساکن بهش بدیم. اینجا اگر ما بخوایم بایستیم میشه چی؟ این را هم ساکن میشه، صاد که ساکن بود ر هم ساکن میشه. دو تا ساکن وقتی پشت سر هم قرار میگیره مقداری تلفظش سخت است، اما ما باید به شکلی را رو ادا بکنیم که متوجه بشه شنونده ما که یک ری اینجا هست. والعصر عصر والعصر، یک نمیگه والعصر. اینجا اگه بیستیم دیگه ری رو کلا حذف کردیم، در حالی که ری حذف نیست، حرکت نداره اما هست. والعصر والعصر. ان نون تشدید داره، این علامت تشدید هست. روی هر حرفی که علامت تشدید قرار میگیره به این معناست که آن حرف در اصل 2 تا بوده، اولی آن ساکن و دومی آن حرکتی داشته که همیشه بالا یا پایین تشدید هست.
حرف اولی رو حذف کردیم به خاطر ساده تر نوشته شدن، به خاطر تخفیف در نوشتن، به خاطر اینکه اون رو حذف کردیم به خاطر این تخفیف در نوشتن و به جای اون حرف حذف شده یک تشدید گذاشتیم. هر جا تشدیدی می‌بینیم به این معناست که دو تا حرف داریم، اولیش ساکن، دومیش حرکت داره. حرکت همیشه بالا یا پایین تشدید هست، فتحه، کسره یا ضم. به همین خاطر برای خواندن تشدید همیشه ما چه کار می‌کنیم؟ دو بار می‌خوانیم اون حرفی که روش تشدید هست. یک بار به صورت ساکن به همراه آخرین حرکت ما قبل، یک بار به همراه حرکت خودش که هرچی باشه. اینجا نون یک بار به همراه همزه خوانده میشه ان، به صورت ساکن ان. یک بار با فتحه خودش ان نه، ان نه. و فراموش نکنیم که نون تشدید دار و میم تشدید دار که بهش میگیم نون مشدد و میم مشدد، همیشه اینها در هنگام تلفظ و تلاوتشون مقداری صدا در بینی گیر میکنه، یعنی توقف میکنیم، نگه میداریم صدا رو که بهش میگیم غنه. این حرکت رو این نه، این نه، این رو بهش میگیم، این حرکت رو بهش میگیم غنه. این نه. الف در هنگام وصل خوانده نمیشه. لام ساکن نیاز داره به آخرین حرکت ما قبل. الف که حرکتی نداره، نون تشدید داره و فتحه. از فتحه نون کمک میگیریم برای خواندن لام. اینل، نل، اینل. این الف همزه زیرش هست، به داره. اینجا نون، علامت نون، یک نون داریم که این نون هیچ علامت روش قرار نگرفته. نون ساکنه، اینجا در ساکنه. نون هر جا که در مصحف شریف شما دیدید نون، علامت نون، حرف نون علامت روش قرار نداشت، بفهمید که ساکن هست. بعضی وقتا نوشته میشه، بعضی وقتا نوشته نمیشه. چرا نوشته نمیشه؟ چرا نوشته نشدنش رو باید بعد از بررسی قاعده های نون ساکن به همراه شما عزیزان متوجه بشیم. هر جا ما در مصحف شریف نون ساکن دیدیم و یا تنوین دیدیم، سریع میریم به سراغ این قاعده هایی که من بارها در این برنامه برای شما عزیزان تکرار کردم. هر وقت بعد از نون ساکن یا تنوین ما خواستیم که ببینیم که چگونه باید بخونیمش، هر جا نون ساکن یا تنوین دیدید بعد یک توقف بکنیم و ببینیم که الان 4 تا قانون از این 4 تا کدوم اجرا میشه. 4 تا قانون برای راحت تر خواندن نون ساکن و یا تنوین در تلاوت گذاشته شده. اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین حرف با دیدیم، به جای نون میم تلفظ میکنیم. چرا؟ چون راحت تره. هیچ دلیل دیگری نداره. بعد از نون ساکن اگر ب آمد، به جای نون میم تلفظ میشه. در فارسی هم به جای زنبور، مثلا کلمه زنبور، زنبیل، میگیم زنبور، به جای نون میم تلفظ میکنیم. چرا؟ ساده تره، آسان تره. این قاعده رو بهش میگیم انقلاب. قاعده دوم، اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین یکی از 6 حرف یا، را، میم، لام، واو و نون که اگه سر هم نوشته بشن کلمه یرملون تشکیل داده میشه که این رو به خاطر بسپارید حفظ کنید تا به خاطرتون بمونه این 6 حرف. یکی از حروف یرملون اگر آمد، به خاطر اینکه نون راحت‌تر تلفظ بشه، نون رو اصلا تلفظ نمی‌کنیم. به جای نون یکی از حرف بعدیشو تلفظ می‌کنیم. نون رو تبدیل می‌کنیم به حرف بعدی، هر چی که هست. طبیعتاً در این حالت حرف بعد تشدید پیدا می‌کنه، چون یکی خودش بوده، یک نون ساکن هم تبدیل میشه به یک حرف ساکن دیگه، میشه تشدید. اینو بهش میگیم ادغام، تبدیل شدن یک حرف، داخل شدن یک حرف به حرف بعد. این قاعده دوم. قاعده سوم، اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین یک از 6 حرفی که از حلق ادا میشن آمد، همزه، ها، دو چشم، عین، همزه و ها، عین و ها، های جیمی، غین و خا، 6 حرفن که از حلق ادا میشه. اگر بعد از نون ساکن یک از این 6 حرف بیاد، چون در این حالت تلفظ نون ساکن ساده است و آسان است، راحته، نون همونطوری که هست ظاهر میشه. اینو بهش میگیم اظهار، یعنی ظاهر شدن. این قاعده بهش میگیم قاعده اظهار. این سه قاعده. اما قاعده چهارم، اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین نه با آمد که تبدیلش کنیم به میم و نه حروف یرملون آمد که تبدیلش کنیم به حرف بعدش و نه حرف حلقی بود که همان گونه‌ای که هست مخرجش رو ادا بکنیم، از مخرج خودش نون ادا بشه، اون موقع چی میشه؟ قاعده چهارم اجرا میشه. نون رو مخفی میکنیم، بهش میگیم اخفا. نون رو از بینی ادا میکنیم، مقداری صدا رو میانجیم در بینی. این مثال رو بارها تکرار کردم. منکم مثلا به عنوان نمونه، منکم نمیگیم منکم، میگیم منکم، منکم. صدا از بینی ادا میشه و مخفی میشه در بینی، مقداری هم روش توقف میکنیم. این قاعده رو ما بهش میگیم چی؟ قاعده اخفا. و در مصحف عثمان طاها، مصحفی که ما برای شما عزیزان داریم تدریس میکنیم، هر جا شما نون ساکن دیدید که علامت ساکنش مخفی شده بود، اینجا اخفا میشه.
چون بعد از نون ساکن نه ب هست، نه حرف یرملون هست، نه حرف حلقی هست. چون اخفا میشه، کاتب این خط هم کسی که نوشته شیخ عثمان طه، ایشون هم ساکن رو مخفی کرده تا متوجه بشیم که اینجا اخفا میشه. این دلیل مخفی شدن احیانی بعضی وقتا اگر ساکن نونش مخفی، علامت ساکنش مخفی میشه به این خاطر. ببینیم سراغ مثال بریم. اینجا مثلا در کلمه انسان نون ساکن، این نون ساکن بوده اما علامت ساکنی که مثل این هست باید اینجا می بود، مخفی شده. چرا؟ چون اینجا نون اخفا میشه، بعدش سینه. سین نه حروف حلقی است، نه یرملونه، نه با هست. نون باید تلفظ بشه، اما چطور؟ از بینی. چطور؟ نمیگیم خب سین بعد فتحه داره، بعدش حرف صدای آ میگیره. سین فتحه داره، بعدش حرف صدای آ میگیره. اما هر حرفی که فتحه داشت بعدش الف اومد صدای آ میگیره. این حرف اگر از حروف صاد، زاد، تا، ظا، غین و قاف و خا و را بود 8 حرف، صاد، زاد، تا، ظا، غین و قاف، خا و را، پر خوانده میشه، صدا به سمت دهن به سمت بالا باز میشه. اما اگر غیر از این حروف بود پر نمیشه. سین از اون حروف نیست، به همین خاطر پر نمیشه. ان الانسان اخفا انسان، ان الانسان لفی، کسره بعدش یا صدای ای میگیره، فی خسرن. خسرن اگه ادامه بدیم میشه خسرن. اگه ادامه بدیم چون بعدش همزه آمده بعد از تنوین اینجا اظهار میشه. همزه از حروف حلقی است. خسرن نون همون جوری که هست ادا میشه. اما اگر توقف بکنیم بعد حرف آخر رو ساکن بخوانیم، تنوین کلا میفته، ساکن میشه، میشه خسر. خسر یک باریکی، یک رائحه‌ای از ر میاد. خسر خسر لفی خسر، ان الانسان لفی خسر الا، لام پر نمیشه، الا فتحه بعدش لام یک بار به همراه الف خونده میشه، همزه یک بار با فتحه خودش، لا چون بعدش الف آمده صدای آ هم میگیره، الا و باریک هم خونده میشه، پر نمیشه. الا الف بعدش ادغام وصل خوانده نمیشه. لام تشدید داره، نیاز داره به آخرین حرکت ما قبل. الف حرکت نداره، این هم که نداره. از فتحه لام کمک میگیره، لام میچسبه به لام. الا دیگه اینجا الا نمیشه، این به تنهایی میشه الا. اما چون اینجا لام نیاز به حرکت فتحه داره، این فتحه میچسبه به این، دیگه الا نمیشه، الا میشه. الا الذین، آ فتحه بعدش حرف صدای آ میگیره، پر هم نمیشه. نو زمه بعدش واو هر وقت قرار بگیره، هر وقت حرفی زمه داشت بعدش واو آمد، آن حرفی که زمه داره با صدای او خوانده میشه. امنو، این الفی که صفر روش هست هیچ وقت خوانده نمیشه، نوشته میشه اما خوانده نمیشه. الا الذين آمنوا، الا الذين آمنوا. خط بعد و م لو، این میشه و عملو. الف خوانده نمیشه، این الف در هنگام وصل خوانده نمیشه. این لام هم خوانده نمیشه. چرا خوانده نمیشه؟ چون هیچ علامتی نداره. 4 حرف در مصحف شریف قرآن کریم اگر هیچ علامتی نداشتن، 4 حرف واو، الف، لام، یا، فقط همین 4 حرف. دیدیم نون هم علامت نداشت اما نون اخفا میشد، دلیلش هم گفتیم چرا. واو، الف، لام، یا وقتی سر هم نوشته بشن میشه والی. کلمه والی رو به خاطر بسپارید یادتون میاد. 4 حرف واو، الف و لام و یا هر وقت در کلام الله مجید در قرآن کریم هیچ علامتی بالا یا پایینشون نبود، خوانده نمیشن. فقط همین 4 حرف واو، الف، لام، واو و الف و لام و یا، حروف بالی یا حروف ناخوانا. وقتی که علامتی ندارن خوانده نمیشن، نوشته میشن ولی خوانده نمیشن. مثل این مثال لام اینجا خوانده نمیشه. صاد تشدید داره، نیاز داره به آخرین حرکت ما قبلش. لام که خوانده نمیشه، حرکتی هم نداره. الف هم حرکتی نداره، الف هم حرکتی نداره. اینم این که ساکن هیچ صفره. این واو هم حرکت نداره. این 4 تا حرف اینجا هیچ نقشی ندارن، نوشته میشن اما خوانده نمیشن. لام ضمه داره. برای خواندن صاد اول ساکنه که تشدید هست، برای این تشدید نیاز داریم به ضمه لام. لام میچسبه به صاد، میشه عاملوس. عاملوس. این واو، این الف، این لام همشون حذف میشن گویی در خواندن، فقط در نوشتن کسر، در خواندن حذف میشن.
عمیلوس سا. صاد بعدش الف اومده صدای آ میگیره و از اون حروفی است که پر هم خوانده میشه. صاد، ضاد، تا، ذا، غین و قاف، خا و را. میشه سا. نمیگیم سه. عمیلوس سه. اینجا گفتیم این سه، این سه. نگاه کنید سین اینجا فتحه داشت بعدش الف، اما اینجا پر خوانده نشد. گفتیم ان الانسان سن، اینجا باریک خوانده شد انسان. اما اینجا نمیگیم صالحاتی، پر میخوانیم. سا ببینید سه سا، فرق پر خواندن و باریک خواندن. سا سه سا و عملوا الصالحات. اینجا باز ه باریک خوانده میشه، فتحه بعدش الف صدای آ میگیره اما پر نمیشه. صالحاتی صالحاتی و عملوا الصالحات. الان باریک خواندن و پر خواندن در این دو مثال با هم میبینیم. اینجا پر میشه، اینجا باریک میشه. و عملوا الصالحات. اینجا دهان من به سمت بالا باز شد اما اینجا به سمت پهلو. و عملوا الصالحات و تا و فتحه بعدش الف صدای آ میگیره اما پر نمیشه. تا سو. این الف هم که خوانده نمیشه. بل الف در هنگام وصل این وسط میفته، به میچسبه به لام چون ساکن نیاز با آخرین حرکت ما قبل داره. بل و تواصوا بالحق. قاف دوبار خوانده میشه، یک بار به همراه فتحه ها، یک بار به همراه کسره خودش. حق بالحق بالحق و تواصوا. بس اینجا به الف خوانده نمیشه، لام هم خوانده نمیشه چون علامت نداره. الف در هنگام وصل میفته، به میچسبه به صاد چون صاد نیاز داره به آخرین حرکت ما قبل که کسره باز. به صبر صبر. به اینجا از اون حروفی است که گفتیم 6 حرف قاف، تا، با، جیم و دال. قاف و تا و با و جیم و دال وقتی که ساکن هستند، 5 حرف قاف، تا، با، جیم، دال وقتی ساکن هستند اینها مقداری در مخرجشون میلرزند. صاب صاب، نمیگیم سب. صاب صاب صاب. بعد ر رو هم بعد آخرش بریم. صبر صبر و تواصوا بالصبر. مقداری بویی از ر میاد اینجا. و تواصوا بالصبر. این سوره مبارکه است بود. از ابتدای بار دیگه با هم میخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. چون من اینجا توقف کردم قاف رو ساکن خونم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بالصبر. این رو دقت کنید عزیزان. و تواصوا بالصبر. این از سوره مبارکه اصل بود. اجازه بدید که به همراه شما سوره دیگری رو هم مراجعه بکنیم. سوره مبارکه التکاثر. تصویر سوره التکاثر رو با هم می‌بینیم. سوره التکاثر. بسم الله الرحمن الرحیم. فتحه بعدش الف صدای آ اما پر نمیشه. ها کومو الهاکومو. الف در هنگام وصل میفته، لام هم هیچ علامتی نداره، خوانده نمیشه. ت نیاز به تشدید نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. ضمه میم میچسبه به تا. کومت تا. که فتحه بعدش الف صدای آ پر نمیشه. ثورو اگر توقف کنیم ر ساکن میشه ثور. الهاکم التکاثر الهاکم التکاثر الهاکم التکاثر. حتی ت یک بار به همراه هی خوانده میشه، یک بار به همراه فتحه خودش، بعدش هم الف اومده صدای آ میگیره. این یا خوانده میشه به جاش الف خوانده میشه. این ت چون الف اومده بعدش صدای آ میگیره اما پر نمیشه. حتی نمیگیم حتی. حتی زر تو مو میچسبه به لام. الف در هنگام وصل حذف میشه، لام میچسبه، میم میچسبه به لام.
زرتم المقا. قاف فتحه داره، بعدش الف از اون حروفی است که پر خوانده میشه. صاد و زاد و تا و ظا و غین و قاف و خا و را از حروفی هستن که وقتی فتحه میگیرن بعدشون الف میاد پر خوانده میشن، دهان به سمت بالا باز میشه. مقا مقا بر بر. ب ساکن بعدش فتحه، را فتحه داره، برا وقتی که ادامه بدیم، اما وقتی که ساکن بخوایم به استیم آخر آیه دیگه را ساکن میشه. چی میشه وقتی را ساکن شد؟ میشه مقابر بر حتی زرتم المقابر. قاف پر خوانده شد. کلا کل لا، لام یک بار با کاف خوانده میشه کل، یک بار با فتحه خودش، چون بعدش هم الف اومده صدای آ میگیره. کلا و از اون حروفی نیست که پر خوانده بشه. کلا سوف سوف تا، این بار فتحه ت خوانده میشه. تا لمون، زمه بعدش واو صدای او میگیره. مو تعلمون نه وقتی که ادامه بدیم. اون وقتی که توقف کنیم نون بس ساکن باشه. تعلمون کلا سوف تعلمون. ثم میم یک بار به همراه سه خوانده میشه، یک بار به همراه فتحه خودش، و چون میم تشدید داره میم رو در هنگام تلفظش مقدار صدا رو در بینی نگه می‌داریم. ثم کلا سوف تعلمون. مقدار تصویر رو بیارم براتون پایین‌تر. ثم کلا سوف تعلمون. نون کاملا بس ساکن باشه در آخر، اینطور نشه تعلمون حرکت نماید بکنه. تعلمون کلا لو تعلمون تعلمون علم. الف در انگام بس میفته، لام نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره که فتحه میم میچسبه به لام. علم یا قی کسر بعدش یا صدای ای میگیره. قینی علم الیقین. چون توقف کردیم نون باید کاملا ساکن باشه، هیچ حرکتی نکنه. روی این سکون نون در آخر کلمات دقت کنید عزیزان. بعضی وقتا مشاهده میشه که عزیزان حرکت میدن، میگن علم الیقین. این نه دیگه نمیشه. وقتی گفتیم نه دیگه کسره بهش دادیم، در حالی که در آخر اگه میخوایم توقف بکنیم کاملا باید ساکن باشه. کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترى لا ترى فتح 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 لا ترى و این وو نمیشه چون خود واو ضمه داره. و نون تشدید داره، یک بار بعد به همراه واو بخوانیمش. ون نه ون نه، یک بار با فتح خودش. لا تراون لا تراون. الف در هنگام بحث خوانده نمیشه، لام نیاز داره با آخرین حرکت ما قبل که فتحه نون میچسبه به لام. لا تراون حی کسر بعدش یا صدای ای میگیره. حی ما وقتی که ادامه بدیم، اما هنگام توقف میم ساکن میشه جحیم. لا ترون الجحیم. نون هم چون تشدید داره گفتیم نون تشدید دار و میم تشدید دار رو در هنگام تلفظ مقدار روشون توقف میکنیم. لا ترون الجحیم. ثم لا ترونها لا ترونها. فتحه بعدش الف صدای آ میگیره اون پر نمیشه. ثم لترونها عین الف خوانده نمیشه در هنگام بس لام نونش میچسبه به لام. عین الیقین. قاف کسره داره بعدش یه صدای ای میگیره. قینه. وقتی بخوایم ادامه بدیم میشه یقینه، اما وقتی که بخوایم توقف بکنیم میشه یقین. ثم لترونها عین الیقین. ثم میم تشدید داره، دوباره روش مقدار توقف میکنیم. ثم لا
لن. نون تشدید داره، یک بار با لام خوانده میشه لن، یک بار با فتح خودش نه لن. این مقداری هم چون نون تشدید داره روش وای میستیم، نون تشدید دار و میم تشدید دار رو در هنگام تلفظ روش وای میستیم مقداری. لن لا تسألن ثم لا تسألن. یو کسره فتحه یا میچسبه به واو، یو چون واو ساکنه. ما ذن. اینجا تنوین داریم، بعد از تنوین عین آمد از حروف حلقی است، اظهار میشه. از حروف حلقی است عین اظهار میشه، نون همونجوری که هست ادا میشه. یوم ذن، نون همونجوری که هست سریع رد میشه. یوم ذن عنن. الف در هنگام وصل میفته، لام حرکت نداره خوانده نمیشه، نون تشدید داره نیاز به آخرین حرکت ما قبل که کسره نون هست، نون میچسبه به نون. نن نه عنن نه، چون نون تشدید هم داره مقدار روش توقف میکنیم. عنن نه عی، کسره بعدش یا صدای ای میگیره. عیم. میم رو چون بعد در آخر هست، چون بعد ساکن خونده بشه ساکن در نظر میگیریم، میم حرکتش میفته در آخر چون ساکنه. عن النعیم. یک بار از ابتدای سوره برای شما عزیزان تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. این هم از سوره مبارکه تکاثر بود که به همراه سوره مبارکه عصر خدمت شما عزیزان در این برنامه تلاوت کردیم. امیدوارم که عزیزان در این دو سوره هم اگر سوالی در ذهنشون بوده سوالهاشون حل شده باشه. انشاءالله در برنامه‌های بعد همچنان با شما عزیزان همراه خواهیم بود و درس‌های دیگری از کلام الله مجید رو مرور خواهیم کرد با امید روزی که بتوانیم تمامی صفحات مصحف شریف رو به راحتی بخوانیم و مهمتر از اون بتوانیم به راحتی برای دیگران یاد بدیم و اونها هم به راحتی بخوانند و این مسیر ادامه پیدا بکنه تا بیاری الله متعال مصداق این حدیث شریف بشیم که بهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیرد و به دیگران یاد بدهد. پس به فکر این باشیم که جز بهترین این امت باشیم با یاد گرفتن قرآن و یاد دادنش. هر دوی این شروط باید باشه، یاد بگیره و یاد بده، نه که فقط یاد بگیره. هر دوی این شرطا که شد انشاءالله اون بهترین بودن هم نصیب خواهد شد. در برنامه بعد به همراه شما عزیزان مسیرمون رو ادامه خواهیم داد تا برنامه بعد. الله یار و نگهدارش.